بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم شاگردان نهایت عزیز. خدا کنه همتون خوب صحتمند باشید و بازم همتون خوش آمدید میگم به صنف هفتم تعلیم و تربیت اسلامی. خدا کنه شاگردان که در صنف هم حضور دارن هم خوب صحتمند باشه. خوب هستین؟ بله. بسیار خوب. پس خوب است که ما درس گذشته خود را هم مرور داشته باشیم و قبل از اینکه درس جدید آغاز بکنیم و بدانیم که امروز ما درس جدید ما چی موارد را شامل میشه و در قسمت درس گذشته هم براتون یک مرور باید داشته باشیم که کدام درس گذشته بود و چی موضوعات را ما در درس گذشته ما خواندیم و بحث کردیم. درس گذشته ما خیرخواهی بود که در خود خیرخواهی حدیث شریف لفظ عربی حدیث را خواندیم، معنای کلمات را دانستیم و همین قسم حکمت و فواید حدیث شریف و معنای حدیث را هم در مجموع فهمیدیم و آموختیم. و بسیار نکات خوب در این وجود داشت که خیرخواهی یعنی چی و چرا انسان باید خیرخواه باشه و خیرخواهی بکنه. گفتیم که خیرخواهی در یک جامعه باعث میشه که همه افرادش با هم متحد باشن و در حالتهای بسیار سخت و دشوار دست یکدیگر بگیرن و کمک بکنن و همکاری بکنن. و گفتیم که در حدیث شریف ما را منع کرده از اینکه خودخواهی بکنیم، تنها همو منفعت که وجود داره را تمامش به خود بدانیم و شخص دیگر را هم در او دخیل نکنیم، که در حدیث شریف از این هم ما را دور ساخته و دوری کرده. و گفته که حتی در موارد بسیار زیاد در حدیث تاکید شد که مسلمان برادر مسلمان هست، پس همه قسم در هر حالت در سختی هایی که برابر میشه به او خیرخواهی بکنه، دستش بگیره، کمک همکاری بکنه تا اینکه همون مسئولیت مسلمانی خود را ادا کرده باشه. این هم بود درس گذشته که ما در مورد خوانده بودیم و به شما کارخانگی هم داده بودم. کارخانگی را انجام دادین؟ بله. بسیار خوب. کارخانگی شما را در قسمت آخر درس میبینم، چک میکنم ببینم که شما در کدام قسمت اشتباه کردین و کدام مورد را صحیح درست حل کردین. بسیار خوب. و حال خوب است که درس جدید ما را آغاز بکنیم. تعلیم و تربیت اسلامی صنف هفتم درس پنجم صفحات 12 الی 14 کتاب شما امروز شامل کدام موضوعات میشه اونا را هم میخوانیم. برای حمایت از ما چینل بیگم اکادمی را سابسکرایب کنید و سپس زنگوله را فشار دهید تا به تمام ویدیوهای درسی ما دسترسی داشته باشید و از آنها مستفید شوید. و قبل از اینکه درس شروع بکنم شما کتابتان پیشتون باشه. هر آن جایی را که شما نمیفهمین یا داشت بکنین و تا اینکه در قسمت آخر برنامه یا درس یا در شروع یا در جریان درس که باشه براتون دوباره او را تشریح بگم و چیز باقی نمونه که شما او را نفهمیده باشین. بسیار خوب است که امروز با یک انرژی همتون هستین و درس را آغاز بکنیم. و ما دستی شاگردان؟ بله. پس درس امروز ما را آغاز میکنیم و موضوع درس ما هم مسئولیت مسلمان در برابر مسلمان هست که این درس ما بسیار زیاد درس خوب و جالب هست. ببینید که امروز چی نکات جالب را در این درس یاد میگیرین و کدام نکات را باید مراعات بکنیم و از کدام چیزهایی که بر ما منع شده دوری بکنیم. بسیار خوب. عنوان درس یا موضوع درس ما هست مسئولیت مسلمان در برابر مسلمان هست، که در این حدیث شریف ما لفظ عربی حدیث را میخوانیم، معنای کلمات را میخوانیم، معنای حدیث شریف را میخوانیم و در قسمت آخر حکمت و فواید درس را میخوانیم که وقتی که میگیم مسئولیت مسلمان در برابر مسلمان ببینیم که چی حکمت های در این حدیث نهفته است و چی فواید در این حدیث وجود داره. بسیار خوب. و قبل از اینکه به درس شروع بکنیم، قبل از درس در درس ما ابتدای درس ما لفظ عربی حدیث شریف هست که براتون میخوانم و بسیار دقت بکنین که لفظ عربی حدیث را با دقتش خوانده شوه و اشتباه باقی نمانه. خوب است که لفظ عربی حدیث را هم بخوانم و شما هم دقت بکنین. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخوه المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره تقوى ها هنا ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب أمر من شر أن يحقر أخاه المسلم كل مسلم على مسلم حرام دمه و ماله و ارده رواه المسلم. خوب است که لفظ عربی حدیث را یک بار دیگه هم براتون تکرار بکنم تا که خوبتر معنای لفظ عربی را هم بدانید. عن ابی هریره رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم المسلم اخو المسلم لا یظلمه ولا يخذله ولا يحقره تقوى ها هنا
ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب أمر من شر أن يحقر أخاه المسلم كل مسلم على مسلم حرام دمه و ماله و ارده. رواه مسلم. این هم بود لفظ عربی حدیث و خوب است که در قسمت لفظ عربی را خواندیم. حالا هم معنای کلمات را بدانیم که معنای کلمات چی هست. لا یظلمه، بر او ظلم نمی کند، ولا یخذله، او را بیار و یاور رها نمی کند، ولا یحقر، او را سبک و حقیر نمی سازد یا نمی شمارد. التقوی، پرهیزگاری، به حسب امر، بس است برای یک انسان. ارد، ناموس، عزت و آبرو هست. این هم بود معنای کلمات که براتون خواندم. خدا کنه مشکل باقی نمانده باشه. و این که در قسمت حدیث شریف ما راوی هم داریم که خوب است که راوی حدیث را هم بشناسیم که کی هست و کدام شخصیت هست. صحابی بزرگوار عبدالرحمن بن صخر دوسی هست که مشهور به ابو هریره می باشن. در سال 7 هجری به مدینه منوره وارد میشن و بسیار مدت را با پیامبر صلی الله علیه و سلم سپری میکنن و پیامبر صلی الله علیه و سلم در حق ایشان به دریافت علم حدیث و حفظ علم را دعا میکنن و در سال 75 هجری وفات میکنن. سال وفاتشان هم سال 75 هجری هست. خوب است که معنای حدیث را هم براتون بگویم و معنای حدیث هم بفهمیم. از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: مسلمان برادر مسلمان هست، نه خودش بر او ظلم میکنه و نه اجازه میده که در حالتی که او مظلوم واقع شده را کسی بر او ظلم بکنه و نه او را تحقیر میکنه. و در این حدیث ابو هریره رضی الله عنه میگوید که پیامبر صلی الله علیه و سلم 3 بار به قلب خود یعنی اشاره میکنه و میگه که تقوا اینجاست که همین کافی است که برادر مسلمان خود را تحقیر نکنه و مال و خون برادر مسلمان برای مسلمان دیگر حرام میباشد. این هم بود معنای حدیث شریف که خدا کنه فهمیده باشین و خوب است که حکمت و فواید این حدیث را هم بدانیم. حکمت حدیث شریف چی هست؟ برادری، همکاری، احترام به یکدیگر و اینکه خودداری از ظلم، درویی، تجاوز بر نفس و ای که ترس خدا را انسان در دل خود داشته باشه. در اون صورت ما میتونیم یک جامعه بسیار زیاد خوب، یک فرد بسیار زیاد خوب سالم باشیم. که زمانی که ما در حق کسی بخوایم ظلم بکنیم، تجاوز صورت بگیره، یعنی با شخص همکاری صورت نگیره، یک جامعه ناسالم هست و یک جامعه هست که نظم نداره و از خوب است که با همدیگر همکاری و تعاون داشته باشیم. در قسمت فواید حدیث هم فواید را بدانیم که این حدیث شریف کدام فواید را شامل میشه. حدیث شریف فواید وجود داره که موارد را مشخص ساختیم در حدیث شریف که اینا هم جز از موارد بسیار مهم هستن. این که اخوت اسلامی چی هست، تحریم ظلم چی هست و در موارد دیگه هم وجود داره که موارد هست که بحث میکنیم و نکته اساسی فقط اخوت اسلامی و تحریم ظلم هست. دفاع از مظلوم و ای که او را تحقیر نکنیم. ما در حدیث هم خواندیم که ما منع شدیم از تحقیر کردن و ای که حرام بودن تجاوز به مال دیگران چیست. این 4 مورد هست که در حدیث شریف از جمله فوایدش ذکر شده: اخوت اسلامی، تحریم ظالم، دفاع از مظلوم یعنی منع تحقیرش و حرام بودن تجاوز به مال دیگران. نرگس جان سوال داره. سوال چیست نرگس جان؟ دفاع از مظلوم یعنی چی؟ بسیار خوب. نرگس جان سوال میکنه که دفاع از مظلوم یعنی چی؟ آفرین، بسیار سوال خوب کردی. حالا ببینیم که جواب سوال چی هست. گفتیم که مسلمان نباید برادر مسلمانش را در وقتی که بیگناه هست یعنی مظلوم هست را تنها بگذاره و او را به حالت خودش رها بکنه، بلکه لازم است که با او کمک و همکاری صورت بگیره و باید حقوق و وجایبی را که برادر و خواهران مسلمانی که در مقابل یکدیگر دارن را رعایت بکنه. یعنی زمانی که ما میگیم برادر مسلمان ما در یک مشکل قرار داره و او بیگناه هست و یا یک مشکلش ما میتونیم حل بکنیم، پس به اندازه توان خود کمک و همکاری باش داشته باشیم تا که مشکلش حل شود و او حقوق یکدیگر هم رعایت بکنه. خدا کنه جواب سوالت هم گرفته باشی نرگس جان. خوب است که درس ما را یک جنبندی کنیم که امروز ما کدام موارد را خواندیم و کدام موارد را امروز درس ما شامل میشه.
در درس مسلمان برادر مسلمان هست موارد را خواندیم، حدیث شریف، لفظ عربی حدیث را خواندیم، معنای کلمات را آموختیم که چی معنای وجود داره، معنی حدیث شریف را هم آموختیم و در قسمت آخر حکمت و فواید هم بود که ما خواندیم و دانستیم که چه حکمت هایی هست. این که مسلمان برادر مسلمان هست، نه خودش بر او ظلم میکنه و نه اجازه میده که کسی بر او ظلم بکنه و او را تحقیر نمیکنه. در زمانی که نیاز به یاری داشته باشه او را یاری میکنه و در حالتهایی هست که برادری، همکاری، احترام به یکدیگر را حفظ بکنیم، حقوق یکدیگر را رعایت بکنیم و از ظلم، تجاوز دوری بکنیم. و در جامعه‌ای که گفتیم که ترس خدا وجود داشته باشه، در اون جامعه یک جامعه سالم هست و تمام افراد میتونه با از حقوق و امتیازاتی که دارن هم استفاده بکنن. این هم بود خلاصه و جمع‌بندی درس که ما براتون درس را گفتم و خوب است که شما در قسمت آخر یک کارخانگی و یک فعالیت خانه هم دارین. انجامش بدین و روز بعد درس بیاین ببینین که به کدام موارد شما حلش کردین و چی مشکلات شما در درس داشتین. بسیار خوب، کارخانگیتون رو نوشته بکنین. مسلمان چی مسئولیت هایی را در برابر یکدیگر دارند؟ مسلمان چی مسئولیت هایی را در برابر یکدیگر دارند؟ ما در حدیث شریف خواندیم کدام موارد بود و به کدام موارد ما را منع کرده بود. تمام موارد را به شما ذکر کردم. مطابق به می درس ما شما جواب سوال را میتین و روز بعد به صنف هم کارخانگی شما دیده میشه. این بود درس امروز که خدمتتان تقدیم کردم. همتون را به خداوند تام میسپارم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار. قبل از آغاز درس بعدی وقفه کوتاه میگیریم.